ویدیو رفتم دوستان سلام و درود. ما حضور داریم نزد مقبره یکی از عارفان و راهبان بسیار بزرگ عالم اسلام خواجه بهاءالدین نقشبند که سال 1318 در شهر کابل ولایت بخارا که اون زمان یک از مرکزهای بزرگی تمدن جهان تولد شد و عجیبش که زیارت ما هم از مقبره بزرگوار و ماه راست آمد که ماه مرد، ماه نوروز، در ماهی که عیناً ماه مرد خواجه بهاءالدین نقشبندی دیده به عالم شد. ما نخست در بری راستی مقبره اول قبر مادرشان را زیارت کردیم و بعدا آمدیم سری قبر خودشان. باید یادآور شوم که خواجه بهاءالدین نقشبندی اصلا در بین مردم با نام بهاءالدین بلاگردان مشهور است و مادر بزرگای ما بسیار میگویند یا بهاءالدین بلاگردان بلاها را دور گردان. این مثل بین مردم معروف است و واقعا هم رابطه دارد به همین بزرگوار که در عصر 14 و 15 زندگی کرده است و اینجا خاک شده است و او اصلا یکی از تاجیک‌های سرسخت و تاجیک‌های بسیار دانشمند بود که بار اول به اسلام با نظر دیگر نگریست. اسلام را با یک معرفت دیگر، با جهانبینی دیگر شناخت و یک شعار ورد زبان ها کرد. یک شعار را در عمل هم خودش هم تطبیق کرد و هم به پیروانش این شعار را آموزان که این شعار شما میدانید دست به کار و دل به یار است. بار اول خواجه بهاءالدین نقشبندی ترغیب کرد، تأکید کرد که هر کسی که میخواهد به پروردگار برسد اول کار بکند، یعنی کار این دنیا رو به سامان برساند، کارهای نیک در این دنیا به سامان برساند. نگاه بینی مادر، نگاه بینی زمین، باید خودش با رنجی علیم باید با مهنت خودش نان حلال بخورد و خودش هم بسیار خاکسارانه میزیسته است. خیلی که از روایت ها معلوم است خیلی خاکسار، فروتن و بی‌طمع بوده است، بی نفس بوده است. خیلی آدما میخواستند به او مال و دولت ببخشند، زمین ها ببخشند، اما او قبول نکرده است و تنها با کسب پدری خودش که اصلا با متاعها نقش میبسته است و این کسب را از پدرش آموخته است، با همین کسب مشغول شده است و این تخلصی نقشبندیه هم و این بزرگوار و سبب همین کسبش به او پیوست شده است که او نقشبند بود. واقعا روی متاع کیمخواب، اگر شما شنیده باشید، متاع کیمخواب یک متاع بسیار قیمت مخصوص روی پدرش از کودکیش نقش میبست و همین تخلص به همین خاطر به او دادند. و خواجه بهاءالدین بلاگردان برای ما بار دیگر برای تمام دنیای اسلام آگاهی داد و هشدار داد که هر کسی که میخواد به پروردگارش نزدیک شود اول باید کاری دنیا را سامان دهد، اول باید همراه همسرش، فرزنداش، پدرش، مادرش، اهل خانوادهش، خویش تباراش باید اول نیک باشد، اول در این زمین باید رنج بردن، بعد به درگاه اله میرسید. و این خاطر یاد و یادگاری این بزرگوار گرامی بود، خاطرش شاد بود. امروز ها ما میبینیم که در بخارا، در یک گوشه بخارا زیارتگاه اهل دل است. هزار مردم از تمام دنیا اینجا ما میبینیم، پوری این ببینید، همه شفاعت طلب هستند، همه میخوان با بهانه زیارت این بزرگوار و بیماری شفا بیابند یا سیاهی که در دلشان هست به در بروند. و هنوز هم مردم به این بزرگوار اعتقاد دارند. چرا؟ چون که این بزرگوار توسط یافتن دل مردم به خدا رسید. اول کار کرد، بعد دل رو به یار بست. دست باز هم میگم با این شعار صحبت ما ختم میکنم، دست به کار و دل به یار باید باشه.
دوستان عزیز در نزد مقبره خواجه بهاءالدین نقشبند قرار داریم. این همون بزرگواری که مادر بزرگای ما میگفتن یا بهاءالدین بلاگردان بلاها رو دور گردان. با همین دعا ما هم آمدیم سری مقبره شان به شهر بخارا. اینجا بخاراست و یادآور باید شما که ایشان از اساسگزاران رویه نقشبندی هستند که یک مکتب بسیار بزرگ به وجود آورد و شعارشان این بود: دست به کار و دل به یار. دوستان عزیز، من نمیگویم که شما بخارا آمده حتما تمام بخارا رو بینید، اما وقتی که بخارا آمدید حتما بزرگوار زیارت کنید. به چه خاطر؟ به اون خاطر که همین کشوری که با نام تاجیکستان حالا در خریطه موجود است، بس خدمت‌های همین بود. بس از تلاش‌های اسماعیل سامانی نام تاجیک زنده شد و زبان تاجیک زنده شد. من 2 سال 3 ساله میشه و من آرزو داشتم که یک بار بخارا بیایم و به زیارت او برسم، دعا خوانم، سر قبرش تا جایی که تونستم 1 یا 2 سوره قرآن بخوانم. و امروز 22 مارس سال 2022 من به همین آرزوی دیرینه کودکی خودم به دیدن بخارا و مخصوصا و زیارت امیر اسماعیل سامانی که خودش اینجا خفته است و اما دلش برای ما میتپد، هنوز هم برای ما نگران است که این ملت کی متحد می شود. من آمدم و آرزو دارم که شما هم اینجا باشید. دوستان عزیز، حالا در کجا بودنم رو اگر به شما بگویم باور نمیکنید. من حالا این بنا رو میبینید، هنوز هم شما پای نبردید که اینجا کجا است. به فکرم نه، بله اینجا مقبره امیر اسماعیل سامانی است که 1000 سال باز نگران اتحاد و یکدلی ملت تاجیک خفته است. درود بر روی او، درود به 7 پشتی سامانیان. اینجا بخاراست. دوستان عزیز، دیواری بخارا است که بیشتر از 10 عصر باز باقی است و در زمان سامانیان بارها ما را از هجوم باده نشینان، مخصوصا ترک های باده نشین که در اطراف بودن زود به بخارا هجوم میکردن و بخارا رو تلو و تاراج و مردمش رو قتل میکردن ایمین میداشت. و زمانی که امیر اسماعیل سامانی سری تخت آمد و به او سری تخت یعنی حاکم شهری بخارا شد، به او مصلحت دادن که این دیوار را مستحکمتر کنیم، باید بلندتر و مستحکمتر کنیم. اونجا امیر اسماعیل سامانی گفت نه، دیگر دیوار را مستحکم نمیکنیم، مردم را رنج نمیدیم، زیرا تا زمانی که من باشم باره بخارا من باشم. این قول از کتاب تاریخ نرشقی به ما انتقال می‌یابد که بیشتر در بین مردم با این طرز معروف است: تا زمانی که من هستم دیواری بخارا من هستم. و این گفته امیر اسماعیل سامانی در ادبیات، در شعرهای استاد بازار صابر و بسیار در نوشته ها در کتاب دیواری خراسان محمد زمانی صالح و در چند جا البته ذکر یافته است که امیر اسماعیل سامانی گفت تا ما روحاً پرقوت نباشیم، اراده مستحکم داشته باشیم، این دیوارها هیچ است. اما درباره حالت دیوار من چند حرف زدن میخواهم. حالت دیوار خیلی خراب است، کسی نگاه بین نمیکند، باید اطرافش پر از پرتوها است و اینجا ببینید در اون طرف در دروازه هم دارد، اما حالش خیلی خراب است. جای توقفگاه ماشین ها است، پرتوها پرتوفته هستند و عجیبش که من چرا حیرانم که به ریختی یادگاری تاریخی وارد نشده است. من به این سوال میخواستم جواب بدم، اما کسی همراه ما صحبت نمیکند و
با سوال ما جوابی قانع کننده نمیدهد. اما من فکر میکنم دیر یا زود باید تاجیکستان با ازبکستان که مناسبتش نکشیده است برای نگاه داشتن این دیواری تاریخی، واقعا دیواری تاریخی ابتکاری به دست خود نشان بدهد. دوستان ما در نزدیک منار کلان حضور داریم در بخارا. این منار از باشکوه‌ترین منار هاست که با یک معماری با اصول خاصی معماری ساخته شده است و دیگر این میدان رو میبینید که میدانی بسیار هم ناتکرار و این شهر واقعا سرشار از تاریخ است و خودتان رو حتما در بخارای قدیم حس میکنید، در بخارایی که زمانی مرکزی عرفان و علم و دین بوده است. جا هم زمان مدرسه بوده است و هم مسجد و حالا ما در شهر بخارا در نزدیک مناره قرار داریم. احساسات وحشت در نزدیک مناره کلان. دوستان اینجا خودتان رو واقعا در عصرهای پیش حس میکنید و عجیب است که یک عجابتی اساسی این در همین ifade می‌یابد که شما میبینید که آدمان عصری اون زمان، فکر میکنم از آدمان عصری ما خیلی ذوقشان بلند، در معماری پیشرفته و دلشان روشن بوده است. وگرنه این گونه شهرها را ساختن، این گونه خشت را پختن و این گونه رنگها را بازی داشتن، فکر میکنم نسل امروز صد افسوس که به این چیز حوصله ندارند. برای من با جد خودم و با باباهای خودم و با هر کسی که رنجش نوری چشمش به این ساختمان صرف شده است ما سپاس میگوییم، بر روحشان درود میفرستیم. درود مو. دوستان افضل، حالا ما به میدان مسجدی منار کلان میبریم و شما میبینید که شکوه این میدان چگونه بزرگ است و بینید خودتان اینجا جای حاجت دیگر جای سخن گفتن نیست. شما فقط ببینید که چگونه یک شکوه شهامتی خودش دارد اینجا. پر از سیاحان است. همه درباره منار کلان میپرسند رازی این منار از چی وارد است، از این میپرسند. دستاره و نه اینه برامده تعمیر میکنه که با یکان پرابلم شد. این مخصوص موندگی ما هم فهموندگی بود و هم باشارو به هم چوب موندگی باین به یک تگه که رفته که پنجه که هم برای تعمیر کردن.
من نتكلم 5000 در کردی بشون. А 60 вышли у тебя с этими минарями. باقی همینی گفتم هم سمرقند امروز ارزونه چیزی یوریستی کو ها بگو اپی همینی که ما سمرقند امروز ارزونه بخیر بخیر تاثیرات بهتری فکر شما دویم هم خیلی ها کارتونی بزرگه میشه قدم روز گذشتگی مصدق وقت چی گپو شده اینجا جش دیگه میام جای اودام و بیزک بده که نخوام ممکن تو شو رانا پیش بریم پیش میزلمون باید چیز نبودی استودا ها استودا چی پیش پیرام بابا دوملا پالچی ده نه کارمون پاشی گذرون دادی گاسین سیوار دست ما خایون این ها بولو خودی مقبره سوتیانه مقبره چه ایکی فیلیالی وا فیلیالی منور کلون پیشه که گور کرده پیشه که کدام شایخه زوری
Ya film kartı. با هورمنیجا حاضر من شما شطوره شما میتیام من ها ها و بچه ما همه حیوانه ناز ببینم من شطور در ارک امیر هر دوشان یک آدم امریکتی شطور چوبا ما صورت نگیستم نگیرتم صورتو Ama gitmesi. Masketle git. Zinapoy bromda beştiyayım ba. Abi katime buraya böyle uçsun bak. Ama kırılıyor ki. Ne خودش دیگه اونجا رفته orada vay bu çerezi yak çimeye güzeli var hafta meyveli Fola bile. Vay giram bak. السلام علیکم آپش امیر آمدان سدینو قبول امیر آمده سودانینو شیدم اكو سبب ما خاندیدنم برادر همین کی ما دوستان عزیز ما حالا در بالای ارکی امیر هستیم همون ارکی که جوچه خولی تاجیک رو ریخت از اینجا ریخته شد و تانده تلاهای ما رو از همین ارک مخصوصا امیر علیم خان گرفته گریخت و بعد از اون روس‌ها آمده از اینجا خیلی بغیر از تلا خیلی محصولات ماشین گرفته رفتن و این حالا در پشتی منظره ببینید بناهای کهنه نیستند بخارای نو را به همین شکل زمانوی با اصول معماری تاریخی میسازند و ارک این است اصلا من به شما از ارک نشون میدم برادران برای این ارک است بالای ارک یک قصری که یک کمی بی‌فایز میتونه و خیلی طاقت گرم کی دقیقاً درست قاید کردن شو بتا با قول خصوص سبوی کاره کی یکی از نبیرهای امیر امیر در وقت خودی از بچه نیستی روی میز مشغول بشید Verma. Ma.
شما خیلی این طرف کن شما تریزور باید یک از بوده کشید اینجا دوستان زندان بودگی اما باور دارم که توجیکوی بسیار سختی ما اینجا از آبوی سگه کشتگی هستند مون گریه دارم دادی نسو کنه بلا می زندان نکنه چیکی پوشی اما زندان کم کسی ما ما پرسید سلاپا دا کنیم امیر جون نزدیکی نگرفتیم دروازه با راست بگی نه بیتون امیر خود اینجا بکار مکنه می اونجا با بچه هم که تاهم که بیده بیتون هم دو سرم میگونا بینا ده بیده کنی جیوای نیشان دست هستو اینی ما ها؟ آتا دیستون نوش موچی؟ لولا نوما جوی Sekarang bakal alhamdulillah. Siz koşun o kadar doğru anda geçin. Buradaki siz سلام و درود دوستان ما در ریگستان در میدان ریگستان در دل سمرقند این اگر رسیدیم و اینهایی که پشتتان میبینید این طرف مدرسه شیردار است و مدرسه اولوغبک تلوکاری سه مدرسه در یک جا است و درون بدرون وقتی که می‌دارید خیلی یک سلسله معماری ناتکرار جهانی هست که هر سال هزارها هزار سیاح و گردشگران جهان را به خود جلب می‌کند. از جمله ما امروز گردشگر هستیم، هرچند سمرقند زمین بابایی ما، زمین نیاگان ما است، شهر نیاگان ماست، اما به هر حال ما امروز گردشگر هستیم و این حقیقت است. زنده باد سمرقند. سمرقند سایقل روی زمین است، بخارا قوت اسلام و دین است. شما ویدیو کار دادیم چیز بدین دوستان سلام و درود. اینک پس از سفری ولایت های سرخندریا، قشقدریا و ولایت های سمرقند، بخارا و تماشای شهری پنجکند باستانی خیلی تاجیکستان و از جمله تماشای شهرهای معروف با نام‌های نصف که حالا با نام قرچی معروف است، شهر سمرقند، شهر بخارا، شهر نوایی که به نام اساسگذاری ادبیات کلاسیکی و شعر نوایی گذاشته است. اینک
رسیدیم باز هم به خاک وطن. خاکی وطن است. تخت سلیمان بهتر گفته باز هم به ناحیه دیوشتیج رسیدیم و برای آنهایی که شاید کمتر آگاه هم باید بار دیگر یادآور شوم که این مجسمه دیوشتی است که سال 2019 در درآمدگاه ناحیه قانچی قامت افروخته است. درود تاجیکستان، درود دیوشتیج، قهرمان زنده. تمام.